وأصلي وأسلم على نبيه المعتبر محمد مصطفى صلی الله تعالی علیه و سلم. خب برادران عزیز، ما درس قبلی درباره اظهار صحبت داشتیم. قاعده های اظهار را گفتیم که اظهار 6 حرف داشت. خب و قاعدهش را گفتیم که اگر بعد از نون ساکن و یا تنوین یکی از همان 6 حرف های حلقی آید، نون را اظهار یعنی روشن کرده خوانده می شود. آن 6 حرف ها کدام ها بودن؟ همزه، ه، عین، ح، غین، خا. خب این 6 حرف بود. امروز میخواستم دو سه سوره از سوره های کوتاه رو با هم قرائت کنیم و همون موضوع اظهار رو دقت دهیم در همینجا. عموما هر کجا که نون ساکن و تنوین میبینیم ما باید که خب اهمیت دهیم که خب تا امروز شما دو قاعده گذاشته هستید، اخلاب و اظهار. یعنی اگر هر کجا که نون ساکن و تنوین اومد شما دقت دهید که کدام از این قاعده ها ما خوندگی هستیم و شما پیدا کرده میتونید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. در این سوره فقط دو جا اظهار گذاشتگی است. من این غاسقین بعد از تنوینی دو زیر همزه اومده است، غاسقین گفتیم اظهار شده است. یا که من اینجا حاسدین اذا حسد بعد از تنوینی دو زیر همزه اومده است. سوره دیگر، سوره صمد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد. كفوا بعد استنوین دو زبر همزه اومده است، ما اظهارش کردیم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. من اینجا نونی ساکن آمده است، اما بعد از نونی ساکن یکی از 6 حرفای اظهار یگان تشکیل آمده است. ما یکن له گفتن نمیتونیم، یکن له نمیگیم، با هم خاطر یکل له گفتیم. دیدید نون از بین رفت که ان شاء الله قاعدهش درس دیگر میخونیم. دیگر سوره. بسم الله الرحمن الرحیم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. در این سوره من عنه اظهار شده است. بعد از نون ساکن حرفی ها آمده است.
آخر سورة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.